گفته یکی از دیپلمات‌های ایران قرار است پناهنده شود. ای وای، جمهوری اسلامی در حال سقوط است. میخواد بابا طالبان رسید به کابل. داداش من، دیپلمات‌های افغانستان به جای پناهنده نشدن، تو سفارتخونه‌ها وایسادن، بعدم وایسادن گفتن داداش ما بمونیم، ما بریم، شما تکلیفتون میخوای، ما اینجا کار که بلد نیستی، الان اومدید سر کار، ما چیکار کنیم؟ اصلا رسیدن به خود کابل، طرف رفت پشت در کاخ ریاست جمهوری نیروهای طالبان. یکی اومد جلوی در گفت من مسئول اینجام، آتیش نزن به فنا نده، بیا من کلیدا دست منه، به منم نگو برو، من وایسادم اینجا کمکت بکنم، به من بگو چی بشی. بعد دیپلمات ما رفته مثلا پناهنده‌ای چی شده؟ داداش من، سوریه جولانی رفته رسیده به دمشق، شما به من بگو در کدوم یکی از کشورها کدوم دیپلمات سوری پناهنده شده؟ جمهوری اسلامی ایران دیپلماتش پناهنده شده است. این آقا که داره درباره‌اش صحبت میشه، این یه مترجم ایرانی بوده، تو سفارت کار میکرده 3 هفته پیش یا 40 روز پیش، الان شک دارم که مسئولیت اصلا کارش کلا تموم شده، 30 سال خدمتش تموم شده، در حوزه رایزنی اقتصادی هم مثل اینکه ایشون کار میکرده. تصمیم میگیره تو اون کشور بمونه، اونجا صحبت بکنه، تو اون کشور بمونه، پناهندگی اینو بگیره. اصلا ربطی به داستان الان نداره و ربطی به این اتفاقات نداره. و اصلا یه جا اوضاع بحرانی بشه، طالبان و سوریه رو برای شما مثال زدم، دیپلمات پناهنده نمیشه. اینم داستان بعدی و سیرک جدیدی که باید هیجان بده دیگه، باید به جامعه هیجان بده، یه خبری توی کاری بکن.